بریم یکم اصطلاحات با کلمه ear یاد بگیریم. همین گوش خودمون که تصویرش هم می‌بینیم. اگر به یکی بگی I'm all ears یعنی من سراپا گوش هستم، ببینم شما چی میگین. lend an ear یعنی listen attentively یعنی با دقت گوش کردن. مثلا I want you to lend me an ear and just figure out what I'm saying. به عنوان مثال میتونی بگی اگر بگیم fall on deaf ears یعنی اصلا به گوش شنوا نمیره. مثلا میگیم what I say always falls on deaf ears یعنی اصلا به گوش شنوا نمیره دیگه، نادیده گرفته میشه. اگر شما بگی که let's play it by ear یعنی ببینیم چی پیش میاد، هر چه باد آورد، هر چی پیش اومد، ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر بگیم مثلا she's wet behind ears یعنی she's inexperienced یعنی بی تجربه است یا دهنش با شیر میده. اگر بگین که به یکی بگی keep your ears open for updates یعنی stay alert یعنی گوش به زنگ باش واسه چیزایی که جدید داره میاد. اگر بگین go in one ear and out the other یعنی از یه گوش میره فرو میره، از گوش دیگه بیرون میره. مثلا میگن که my advice goes in one ear and out the other، میتونیم از این استفاده کنیم. اگر بگین turn a deaf ear to something یعنی to ignore something، مثلا میتونیم بگیم که he always turns a deaf ear to my advice یعنی همیشه نصیحت منو چیکار میکنه، نادیده میگیره. این یه سری اصطلاحاتی هستن با ear من گفتم یاد بگیرین. یکم هم ایدیم باشه خیلی خوبه توی زبان انگلیسی، حتما هم یاد بگیرین. ایدیم نقش بسیار موثری در کوتاه کردن یک جمله بلند داره.